امام حسین دشمن ایرانیا بوده؟ گفته زناشونو به اسارت بگیر مرداشون رو بکشید؟ آخ 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 آخ. با ما همراه باشید ببینیم قضیه چیه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه رفقای عزیز. حیدر کیایی هستم و با بررسی یک موضوع یک شبهه دیگه در خدمت شما هستیم. بگیم شبهه پرتکراریه. بدون معطلی بریم سراغ متنشو. یک متنی رو در کانال‌های تلگرام جای مختلف منتشر کردن، کلیپاش هم ساختن، صحبت کردن، زئوس همه در موردش صحبت کردن. ما متن رو بخونم براتون، متن ببینید. میگه نظر امام حسین نسبت به ایرانیان نقل شده از امام جعفر صادق از 3 منبع معتبر فقه شیعه. ما از تبار قریش هستیم. یه امام حسین فرموده ما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانی ها هستن. آی دیگه چی میخوای بگی الان؟ روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر و بالاتر و هر ایرانی از دشمنان ما هم بدتر است. یعنی ایرانی حتی اگه دوستان باشن دشمنان ما بدتر. ایرانی ها رو باید دستگیر کرد، به مدینه آورد، زنانشان را به فروش رسانید و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت. دیگه الان چی میخوای بگی تو؟ دیگه بدتر از این نگاه کن. گفته امام حسین لا اله الا الله. خدا وکیل، هر کس در مورد ایران میگه چی میگی بهش تو؟ شما صبر کن، خط به خط با هم بریم جلو. خیلی جالبه، بامزه است. یک نظر امام حسین در مورد ایرانی ها. بریم روایت رو بررسی کنیم. گفته چی؟ بهار الانوار جلد 64 صفحه 176 حدیث 13 معانی الاخبار شیخ صدوق و سفینه البحار حاج آقا شیخ عباس قمی. بریم اول سند ببینیم. اول چیزو ببینیم، سفینه البحار. روایت هم دیگه ببینیم عربیشو. خب میگه معانی الاخبار انوریس، یعنی هم دو تا سند رو هم از معانی الاخبار سفینه البحار هم نقل کرده. میگه سمعت ابا عبدالله. از ابا عبدالله شنیدم. ابا عبدالله کیه؟ عزیز دلم قربونت برم، میخوای مطالعه کنی دو تا سوالم بپرسی، دو تا آخوند تو خارج ماش بدونیم چی دو تا آخوند. ابا عبدالله تو روایات امام صادقه، امام حسین نیست. الان من چی به تو بگم؟ این یک عجله نکن، خط به خط. نکته دوم این رو باید اینجا بمونه، باش کار داریم. ببینید گفته از 3 منبع معتبر فقه شیعه. ببین سوادتو من میگم. بهار الانوار، معانی الاخبار و سفینه البحار هیچ کدومشون فقهی نیست. این ساده چی هستن؟ کتاب حدیثی هستن، کتاب روایی. چطور فقهی نیستن؟ این دومیش کاری ندارم. ما از تبار قریش هستیم، هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانی هستن. متن روایت با هم دیگه نگاه کنیم. اصلا این قسمت چیز استندآپ کمدی بیشتر تا پاسخ به شبهه. میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول نحن قریش، ما قریشیم، و شیعتنا، شیعیان ما چیان؟ العرب، شیعیان ما چیان؟ عربن. و عدونا العجم، دشمنان ما عجم. ببینید ما چیزی داریم تو عربی مثل مبتدا و خبر، متاسفانه پای یکم اولا تو حوزه بهش میرسن. این درس تو مدرسه اگه شما عربی داشته باشین میفهمید. میگه ما قریشیم، قریش ما هستیم، شیعه ما عربه. نمیگه عرب شیعیان ما هستن، یعنی شیعیان ما فقط اعراب هستن، دوستان ما عرب هستن. دشمنان ما عجمن، نمیگه عجم و دشمنان ما هستن، میگه نه دشمنان ما عجمن. این یعنی چی؟ در موردش صحبت میکنیم. اما این سوال کجاش ایرانیه؟ این کلمه ایرانی از کجا روایت در آوردی؟ نه عزیزم، دیگه عجمه دیگه، الف و لام داره، یعنی کل عجمو داره میگه. عجم در زبان عربی یعنی بیگانه، هر غیر عربی. نکته دیگه این موضوع یه ادامه هم داره. ببینید توی متن فارسی چی میگه؟ میگه روشن است که هر ایرانی از دشمنان ما هم بدتر و هر نمیدونم عربی از ایرانی ها بهتر است. توی روایت شما کلمه روشن است میبینید. این کجا آورده؟ ببین این پروفسور عزیز، این استاد علوم حدیثی از کجا آورده اینو؟ خوب دقت بکنید. ادامه کلمه بیان میبینید، درسته؟ ببین بیان شرح شیخ عباس قمی تو روایت، حالا شرح علامه تو روایته. این تو نمیدونم دو تا کتاب عربی بخونی باز نشونتون میدم. این اصلا جز روایت نیست، این اومده توضیح داده روایتو. حالا ببین همین توضیحو چجوری ترجمه کردن. میگه یعنی معصوم اینجا چی میفرماد؟ العرب ای العرب الممدوح. میگه عرب ممدوح یعنی اون عرب درست، اصلا معنای واقعی عرب نزدیک ما کسیه که شیعه ما باشه و امکان عجمن، حتی اگر عجم باشه. یعنی چی؟ یعنی که اصلا تعریف جدیدی از عرب و عجم داره میکنه. میگه عرب کسی که به ما نزدیک باشه، حتی اگه عجم باشه، حتی اگه ایرانی باشه. اصلا معنای عرب نژاد عرب نیست، معنای عرب نزدیکی به ماست. ما محوریم، قریشیم. کی عربه؟ اونی که شیعه ماست، حتی اگه ایرانی باشه.
حالا عجم کیه؟ ول عجم المذموم، عجم مذموم کیه؟ اون کسی که دشمن ما باشه. عجم یعنی بیگانه. بیگانه کیه؟ کسی که دشمن باشه. و امکان عربن، حتی اگه عرب باشه. یعنی چی؟ دشمن ما عرب هم باشه ما بهش میگیم عجم، بیگانه. دشمن ما عجم هم باشه یعنی ایرانی هستن باشه ما بهش میگیم چی؟ عرب، یعنی خودی. کلمه عرب و عجم رو کلا معنیش عوض کرد. چرا؟ در موردش صحبت میکنه. نکته خیلی مهمه. همین رو دیدی چجوری ترجمه کرد؟ روشن است که هر ایرانی اونها چسبون به روایت فلان اینا. یه پدر سوخته بازی خیلی بامزه دیگه این پروفسور عزیزمون کرده. چی؟ ایرانی ها را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد. زنانشان را به فروش رسانید و مردانشان را به بردگی و غلامی بگیرید. بریم دوباره متن همین رو ببینیم. یه جمله ببینید هم قسمتی ثبت کردن نکنید. نوشته سوء رأی ثانی فی الاعاجم. سوء رأی یعنی بدگمانی، نظر بد کی؟ از ثانی کیه؟ آها، جناب خلیفه دوم آقای عمر. چیه ماجرا؟ ببین توی متن شبهه چی نگفته، یعنی این قسمت رو نیاورده. یه چیزی رو چسبونده به اینجا. میگه موقعی که لما ورد سبی الفرس، موقعی که اسرای ایرانی رو آوردن به مدینه، خلیفه دوم اراده کرد که چیکار کنه؟ ان یبیع الناس و ان یجعل الرجال عبید العرب. زنا رو بفروشه، عربا زنا رو بفروشه و مردا رو چیکار کنه؟ برده عرب کنه. ما چیکار کنه؟ بس همه رو بزنه نابود کنه. چه اتفاقی افتاد؟ فقال امیر المؤمنین علی علیه السلام، اومدی شبهه بندازی، گیر کردی. چرا؟ ادامه رو نکن. حضرت علی علیه السلام فرمود موقعی که عمر اومد این کارو بکنه، امیرالمومنین گفت آقا وایس چیکار میکنی؟ از رسول خدا شنیدم که فرمود اکرموا کریم قوم، میگه کریم های قوم ها رو اکرام کنید، احترامشون بذارید. و ان خالفوکم، حتی اگه باشون بودن، دشمن بودن، مخالف بودن. و هؤلاء الفرس، این فارسی ها، این ایرانی ها، حکما اون کرما، اینا هم حکیمن هم کریمن. من سهم خودم رو اگه قرار این کارو بکنین، دیگه خلیفه دیگه، سهم خودم و بنی هاشم از اینها آزاد کردم. ایرانی ها رو آزاد کردم. این کارا رو کرد که ما عاشقش شدیم. یعنی موقعی که خلیفه اومد چه کاری بکنه، گیر کردی که اومد. دقت کنید. اول گفت امام جعفر صادق که امام حسینه. دو، عجم شد ایرانی. ترجمه‌ش هم که دیدیم، مثلا ترجمه چیز دیگه بود. اصلا کلا عرب و عجم معصوم زد به هم ریخت. تو دوره‌ای که این اوضاع نجات پرستی خلفا بوده که الان در موردش صحبت بکنیم، اومد آقا گفت اصلا چیه ماجرا عرب عجم راه انداختید؟ عرب اونیه که شیعه ما باشه، حتی اگه عجم باشه، ایرانی باشه. عجم هم اونیه که دشمن باشه، حتی اگه عرب باشه. یعنی بیگانه از ما دشمن ماست، اونی که خودیه دوست ماست. عرب عجم بریزید دور. قرآن همین رو قبلا زده داغون کرده. با پدر سوختگی تمام این پروفسور اومده اینجوری ترجمه کرده. ولت میکنم من، نه کار دارم باهات. یعنی بحث ما اینجا تموم نمیشه. ما ادعا کردیم گفتم آقا عرب عجم اینجا معصوم اصلا منظورش این نبوده. سند دیگه ای، روایت قبلی همین صفحه، یعنی صفحه قبل، نه همین صفحه یکم بالاتر، میفرماد که الناس، امام کاظم علیه السلام میفرمایند الناس ثلاثه، مردم سه قسمن، عربی، مولا و علج. میگه مردم سه قسمن، یا عربن، یا موالیان، یا چیان؟ علجن. خب پس عرب چی میشه؟ عرب مایم. آقا یعنی چه بقیه عرب نیستن؟ نه ببین تعریف چیز دیگه، دقت کن. اصلا عرب و عجم رو بریز دور. تعریفی که من میخوام بدم نژادی نیست. نژاد رو بریز دور. اسلام اومد که نژاد رو بزنه خورد کنه. عرب و عجم و کرد و لور رو بریز دور. عرب مایم. یعنی چی؟ ما محور این آسیابیم. موالی کیان؟ من والانا، هر کی ما رو دوست داشته باشه. ببینید اصلا معنی عرب و عجم ریخت بهم. علج کیه؟ کسی که اما بدش میاد به ما فوش بده، ناسب ما باشه و توهین بکنه. پس میگه اینجا عرب و عجم معنیش ریخ به هم. اونی که تو مخ توه نیست. آقای عرب که انقدر خودتو گنده میبینی، فارس و بد میبینی، نه فلان فلان میبینی، اصلا این تعریفو بریز دور. یه روایت دیگه، این روایت بیشتر بهمون کمک میکنه. بهار الانوار جلد 64 صفحه 179 میگه من ولد فی الاسلام فهو عربی. میگه هر کسی که بر اسلام متولد شد، الان مسلمان شد یا مسلمان متولد شد، عربه. یعنی چی؟ یعنی اونی که مثلا توی انگلیس مثلا مسلمونه، ما عربه؟ نه، که اصلا تعریفت از عرب غلطه. و من دخل فیه طوعا، کسی که داخل در اسلام بشه خودخواسته، اون چیه؟ اون هم افضل من دخل فیه کرهن، از اونی که خودش وارد نشده بذاره باشه، اون افضله، مثلا ارزشی نداره، خودش باید وارد بشه. پس چی شد؟ مسلمان عرب. اصلا عرب یعنی خودی. عرب العربی که استفاده میکنن این عرب به معنی بادی نشینه، ولی میگه ترجمه و معنی عرب رو بریزید به هم. نجات پرستی مطرح نیست. اهل بیت خیلی با نجات پرستی جنگیدن. حالا در ادامه یه سری اسناد جالبی میخوام بررسی بکنیم، یعنی نمیخوایم به همین بسنده بکنیم. خلفا بعد از اینکه اومدن سر کار، به ناحق اومدن سر کار،
کارهای عجیب غریبی کردن. اصلا خلیفه دوم نمیدونم چه کینه از ایرانی‌ها داشت، کلا با ایرانی‌ها مشکل داشت. ببینید الکامل فی تاریخ جلد 2 صفحه 382 در مورد چی صحبت میکنه؟ در مورد که خلیفه دوم تحقیر میکرد ایرانی‌ها رو. ولما ولا عمر ابن خطاب موقعی که مولا شد و خلیفه شد، قال چی گفت؟ انه لقبیح للعرب. بابا واسه عرب قبیحه که چی؟ ان یملک بعضهم بعضا، که بعضیاشون چی بشن؟ اسیر بعضی دیگه بشن. وقد وسع الله عز وجل، می خدا ولی اجازه داده وسیع کرده ماجرا کی؟ ایرانی‌ها بریم بگیریم برداشتون کنیم. فل اعاجم. این نجات پرستی از زمان خلفا شروع شد. زمان پیغمبر قطع شده بود، داغون شده بود. بلال حبشی سیاه‌پوست از آن گوی پیغمبر بود. زید ابن حارثه غلامش بود، ولی چی شد؟ پیغمبر دختر عمه خودش رو به اون داد. دختر عمه خودش از قریش داد به یک غلام آزاد شده. ریخت معادله نژادی رو به هم. ولی خلیفه اول دوم و سوم برگردوندن این ماجرا رو. المصنف صفحه 474 و مروج الذهب صفحه جلد 2 صفحه 320 میگه که عمر، صفحه کتابا رو میبینید، اول ببینید صفحه رو. عمر چیکار میکرد؟ اجازه نمیداد. میگفت یه دونه از این ایرانی ها و عجما اجازه ورود به مدینه و شهر پیغمبر رو ندارن. به شدت این ماجرا عجیب غریب بود. به شدت این ماجرا و این مبارزه عمر با ایرانی ها و نفرتش خیلی عمیق بود. بهار الانوار جلد 31 صفحه 35 میگه خلیفه دوم ازدواج عجم با عرب که ممنوع کرده بود. میگفت شما اعراب اجازه ندید دختر به اونا بدید، ولی اونا میتونن دختر به شما بدن. شما نباید دخترتون رو به اونا بدید. یعنی ناموس عرب نباید دست عجم باشه، ولی ناموس اونا میتونه دست شما باشه. این شدت مبارزه و شدت نفرت عمر از ایرانی‌ها چقدر زیاد بود. توی این ماجرا اهل بیت علیهم السلام اومدن گفتن آقا اصلا بیاین معادله معنای عرب عجم بریزیم به هم. به شدت مبارزه کردن. حکومت دست امیرالمومنین افتاد و کاملا برگشت. حتی روایاتی داریم که اهل بیت برای عجم فضیلت تراشیدن. یعنی چی؟ یعنی گفتن حتی ایرانی ها از اینا برترن. چرا؟ ولو نزلنا، میگه اگر قرآن برای عجم نازل میشد، یعنی قرآن رو برای عجم خدا میفرستاد، عرب بهش ایمان نمی آورد، ولی خداوند قرآن رو بر عرب نازل کرد و عجم به او ایمان آورد و این فضیلت عجم به عربه. یعنی چی؟ این معادله کلا ریخت به هم. یعنی اینجا تو کلام اهل بیت ایرانی ها و اعاجم و عجم رفت بالاتر. گفت شما پدر سوخته اید. اگه این قرآن به اون نازل بشه عمرم بهش ایران ایمان نمی آوردید. انقدر چه نجات پرستید. ولی ایرانی‌ها اهل منطقن، عقلن، فهمن، اونا ایمان آوردن. روایت دیگه، ایرانیان دور الاخبار من بهار الانوار صفحه 320. این روایت خیلی روایت عجیبیه. این فرمود که در ربیع الابرار زمخشری از رسول خدا صلی الله علیه و روایت شده که فرمود خدا از میان بندگانش دو برگزیده دارد، از عرب قریش و از عجم فارس. یعنی اصلا ایرانی‌ها نقش ویژه‌ای تو روایت اهل بیت دارن. از زمان رسول الله میگه خداوند از قریش، از عرب قریش رو که ما از اون هستیم برگزید و از بین همه عجم ها ایرانی ها رو افضلن. حتی این عجم از این عرب غیر قریش هم افضله. و علی ابن حسین علیه السلام معصوم افتخار میکنه به این موضوع. میگه علی ابن حسین علیه السلام میفرمود که من فرزند دو برگزیده هستم، زیرا ددش رسول خدا و مادرش دختر یزگرد ساسانی بود. یعنی چی؟ من برگزیده هم از طرف مادریم ایرانی هم از طرف پدریم قریشی هم برگزیده. این افتخار میکنه به ایران بودش. ما نمیخوام خیلی نجات پرستی نگاه کنیم، نه، ولی میخوام بگم تو کلام اهل بیت اتفاقا به ایرانی ها به شدت اهل بیت احترام میذاشتن. دیدید که گفتن حکیمن کریمن، خیلی زیاده. یعنی من اگه بخوام یه دونه کلیپ در این موضوع بسازم شاید بیش از 100 تا سند بتونم همینجوری براتون ردیف کنم که علم اگر در ثریا باشد ایرانیان آن را به چنگ میآورن. جلد 61 بهار الانوار صفحه 117. این نکته رو نگاه کنید. بهار الانوار جلد 48 صفحه 272. ببینید چه روایت عجیب غریبی. میگه ابو عامر هرشنه کتابی نوشته به نام تفصیل عجم بر عرب. میگه انقدر مقام عجم و فارسی ها و ایرانی ها نزد اهل بیت بالا بودن و انقدر روایت به من رسیده و اینکه مثلا یاران امام زمان بیشترشون ایرانی هستن و روایت متعدد دیگه، کتاب نوشته در مورد دلایل فضیلت عجم بر عرب. اومدی شبهه بندازی، بد پیش خوردی. یعنی کاملا ماجرا برعکسه. 180 درجه ماجرا چیز دیگری است. و روایت دیگه، یه نکته خیلی جالب، این آخرین روایت رو هم دیگه بررسی بکنیم. عمر چرا از ایرانی متنفر بود؟ یه روایت خیلی عجیب داریم تو کدوم کتاب؟ کتاب مستدرک، همون کتابی شما شبهه ازش انداختید. اینو هم دیگه ببینیم. جلد 10 صفحه 465. میگه عمر از ایرانی متنفر بود. چرا؟ چون از رسول خدا شنیده بود که یاران اهل بیت کیان؟ ایرانیان. میگه لقد سمعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم لیضربنکم، میگه به یارانشون میگفت، به اعراب میگه لیضربنکم والله علی الدین. میگن ایرانی ها یه روزی شما رو میزنن بر دین، همونجوری که شما
اینا رو میزنید، اینا شما رو بعد میزنن که دوباره برگردید به اسلام. و قال مغیره کان علی علیه السلام امیل الی الموالی، میگفت امیرالمومنین خیلی خوشش میاد از ایرانی‌ها، دوستشون داشت، خیلی هم باشون راه میومد و الطف بهم، خیلی مهربون هم باشون. و کان عمر اشد تباعدا منهم، عمر خیلی با مشکل داشت، دشمنی میکرد باشون. تا حدی این امیرالمومنین با ایرانیان رفیق بود و دوستشون داشت که خلیفه دوم توسط ابولؤلؤ ایرانی کشته شد. عبیدالله ابن عمر پسر عمر چیکار کرد؟ رفت هرمزان و خانواده‌شو، هرمزان کیه؟ یک ایرانی، به خاطر اینکه یه ایرانی بوده زده پدرشو کشته، رفت اونو کشت. کسی نطق نتونست بشه. بالاخره پسر خلیفه دوم امیرالمومنین علی علیه السلام اولین خونخواه بود. گفت ببین پیدات بکنم کشتمت، پیغام رسون بهش که اگر دستم بهت برسه قطعا تو رو کشتم. به خونخواهی یک ایرانی اینجوری نشست به دل ما. اخبار التوال ابن قتیبه دینوری صفحه 210 میگه که حضرت به او فرمود تو هرمزان را به دست عمویم عباس مسلمان شده بود و پدرت هم برای او 2000 درهم مقرره تعیین کرده بود کشتی و اکنون امیدواری که از من به سلامت بمونی، خیال کردی. عبیدالله گفت خدا رو سپاس که اگر تو خونه هرمزان را از من مطالبه می‌کنی، من هم به خونه امیر مؤمنان عثمان تو را مطالبه می‌کنم. تو جنگ صفین اینا با هم دیگه بحثشون شد. امیرالمومنین فرمود به زودی در میدان جنگ تو رو می‌بینم. اون وقت بهت میگم کی خونخواه کیه. القدیر جلد 8 صفحه 193 اینم همین موضوع اشاره میکنه. میگه علی گفت این تبهکار را بکش که کاری سهمناک را به جای آورد و مسلمانی را بیگناه کشته. چه فرقی میکنه ایرانی عرب؟ مسلمان بود ایشون کشته. عبیدالله گفت و به عبیدالله گفت اگر روزی دستم بهت برسد در برابر هرمزان تو رو خواهم کشت. دستم بهت برسه کشتمت. خونخواه یک ایرانی امیرالمومنین، خونخواه یک مسلمان. المبسوط جلد 26 صفحه 193 اینم سند زیاد داره. اهل بیت به ایرانی ها اصلا توجه ویژه داشتن. چرا دیگه چرت و پرت هم میبافی؟ اون از ترجمه پروفسوریت، اون از فهم روایت، اون از خالی بندیات، اون از اون که اون تیکه رو بریدی آوردی به این وصل کردی، اون تیکه رو حذف کردی، بیان آورد جزء روایت، تازه توی بیان ترجمه کرده بود و بهتون نشون داد که آقا اصلا اهل بیت اومدن عرب و عجم معنیشو بریزن به هم. عجم یعنی بیگانه، عرب یعنی کسی که با ماست. حالا اون عرب میتونه فارسی باشه، ایرانی باشه، اون عجم میتونه عرب باشه. اینجوری دروغ میگن. خیلی خوشگل مشکلم چسبونده بودم 3 کتاب فقهی و اینا. چی بگم در مورد سواد اینا؟ امیدوارم که پاسخ شبهه رو گرفته باشین و به نظرم خیلی هم جالب بود. ادامه‌اش هم خواستم بهشون ثابت بکنم که آقا نه تنها شما دروغ میگین، بلکه دقیقاً اون نقطه دست گذاشتید که دلیل حب و علاقه ما ایرانی به اهل بیت که در اوج نجات پرستی عرب همچین محبتی دیدیم ازشون که خونخواه شد امیرالمومنین. آقا میتونی زور کنی دیگه. گفت نه پسر خلیفه دومم باشی، یه ایرانی رو کشتی، یک مسلمان رو کشتی، بگیرم کشتم. در پناه خدا باشی.